مرکز مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان روز 22 اپریل خبر داد که در 20 روز اول دعوت بهاری شهروندان به خدمت حتمی حربی نقشه دعوت در سراسر جمهوری علاقه 50% اجرا شده است. بعد 10 روز اول دعوت وزارت مدافع درباره 40% اجرا شدن نقشه حساب داده بود. دعوت بهاری به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان از 1 اپریل آغاز یافت و تا 31 می دوام می‌کند. وزارت دعوت بهاری را چاره‌بینی مهم سیاسی نامیده خبر داد که این معرکه در تمام شهر و نواحی مملکت متشکلانه ادامه دارد. در بین ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های جمهوری ولایت مختار کوهستان بدخشان علاقه در نخستین روز دعوت شهروندان از 100% اجرا شدن نقشه دعوت حساب داد. بعد 20 روز دعوت پس از ولایت مختار کوهستان بدخشان در جمهوری 4 ناحیه شهر دوشنبه پیشرفت بوده تا شام 20 اپریل نقشه دعوت بهاری در پایتخت 60% را تشکیل می‌دهد. اجرای نقشه در کمیساریات‌های حربی شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری نزدیک به 60%، در ولایت ختلان زیاده از 50%، در ولایت سوخت باشد دوام 20 روز سپری گردیده از آغاز دعوت بهاری نزدیک به 40% را تشکیل می‌دهد. یادآور می‌شویم که از مجموع عمومی 25 شهر و نواحی ولایت ختلان تا این دم ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین، ناصر خسرو و فرخار نقشه دعوت را به اتمام رسانیده. از ناحیه‌های شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری باشد 5 ناحیه وادی رشت، ناحیه لخش، نورآباد، رشت، سنگوار و تاجیک‌آباد نیز از اجرای نقشه پوره گزارش دادند. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 می و تیر ماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام می‌کند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابلاغ یا احاطه‌گیری جریان می‌گیرد. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در بسیار موارد خویش و تباران جوانان ابلاغ شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شدهشان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چند بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابلاغ که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند.